شماره قربانیان سیل و بارشات اخیر در تاجیکستان به 21 نفر رسید. امیده یوسفی سخنگوی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 30 آگوست سال 2023 از یافت شدن باز 4 جسد خبر داد. با گفته او روز 29 آگوست باز 2 جسد را در کنار شهر وحدت و 2 جسد دیگر از جمله جسد یک طفل 40 روزه را در نویه ورزوب پیدا کردند. درباره چگونه و از کجا یافته شدن این 4 جسد تفصیلات داده نشده است. به این ترتیب شماره عمومی هلاک شدگان بر اثر سیل و بارشات روز 27 آگوست در دهات اطراف شهر وحدت به 21 نفر رسید. دست کم 11 نفر آنها را همان روز در دهه سیزده سرشتی جماعت سیمیگنج پیدا کرده بودند. 2 نفر دیگر در نوعه رودکی و طور اخیراً معلوم شد 2 کس دیگر در نوعه ورزوب قربانی سیل شدند. اما شماره قربانیان سیل می تواند باز هم بیشتر باشد. قد شورای دوشنبه خوجند مردم چند روز باز چندین نفر را جستجو دارند که در پی آن سیل نحس شام 27 آگوست بیدرق شدند، از جمله پدر و پسر بهاءالدین حیدروفا ساکنان دهه گذر موغیان جماعت موغیان پنجکند شام 27 آگوست با ماشین جیپ تویوتا لندکروزر عزم سفر دوشنبه داشتند ولی در راه بیدرق شدند. نیمه دوم 27 آگوست تاجیکستان دچار بارشات شدیدی شد که آن به نوبت خود موج سیل و سنگریز را در پی داشت. در نتیجه دست کم 21 نفر جان باخته، آفت‌های طبیعی خانه‌ها، ماشین‌ها، راه‌ها و پل‌ها و همچنین حوله‌ها و زمین‌های کشت را خراب کرد. حالا برای حساب و کتاب حجم ضرری رسیده به مردم و اقتصاد کشور و رسانیدن یاری‌های لازم به ضرر دیدگان یک کمیسیون دولتی تأسیس داده شده است.